مثل اینه که کالا رو اشتباهی گرفتم. قرعه کشی مسابقات لالیگای اسپانیاست. نه اوه نه بابا، قرعه کشی گاوبازیه. اونم چه گاوایی؟ گاوایی که از صفر شدن زمین کارشون به شاخ زدن به همدیگه کشیده. بابیلا. در حالی که تب و تاب انتخابات تو جامعه با یه شیب ملایمی در حال اوج گرفتنه. شیب ملایم؟ یه سوتی بگو دره. از یه گله 500-600 تایی فقط چند تاش واسه عظما مونده، اونم به شرط ها و شروط ها. شرط اصلی رو فسیل کرمونی براتون میگه. کدام یکشون بیشتر در تبعیت از ولی فقیه قوی‌تر هستند؟ یعنی اونایی که اومدن تو نمایش باید چیو بدونن؟ اول پس بدان تو باید مطیع رهبر باشی. این یکی که از همه مهمتر همینه. شماها هم سعی کنید معیارها رو که در نظر میگیرید و نمره میدید، اون کسی که در مسئله ولایت نمرش بالاست بیشتر به اون توجه کنید. این مهمه. زکی خود ولایت که همون سید علی زپرتیه، نمرش تو نامردی و خنجر از پشت زدن تکه. میگی نه؟ به این بابا پیری گوش کن ببین چی میگه. چجوری لبه کلکی رفیق نیمه‌راه با خدا، رفیق نیمه‌راه با رئیس جمهور، رفیق نیمه‌راه با دوست همسایه و همولایتی. اینه روزگار. همه رو بیل کردن، همه از هم دیگه انتظار دارن که خود به خود خوب بشه. راست میگه. باید اون اکبر کوسه میذاشت تو همون خمره میموندی و یه شبه عظمات نمیکرد تا الان دنبشو با تبر قطع نکنی. حواسمون باشه که تبر زیاده، تبر به دستشم وفا نداره. خب تا اینا آبخوره میگیرن بریم سراغ لالیگا. ببخشید همون قرعه کشی گاوبازی عظما. بخش برنامه‌های رادیو تلویزیونی 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری. نمایندگان نامزدها هم یکی یکی وارد سالن مراسم میشد. همان گونه که در دفاع مقدس این اندیشه و ظرفیت تجمیع شد، آزاد شد و توانست. هنوز این بابا موج جبهه رو رد نکرده. برو بعدی. آخر سر تکلیف انتخابات رو فقط اصلاح بودن فرد تعیین نمی‌کنه. ببین اینو که خواجه حافظم میدونه. اتاقای تجمیع، مهندسی، بیت عظما. برو بعدی بابا برو. حسین رضایی هم به پارک لالیگ تهران رفت و با مردم و جوانان سخن. بابا کلی دکور کار کرده تا دیگه بهش نگن سبز علی. رفته تو خط اشارپ و رنگ آبی یواش. سبز علی خودتی. بعدی هم که استاد خالی بابه. بنال. شیری که برای آزادی خرمشهر در حماسه دفاع مقدس. معلوم نیست اینجا نطق انتخاباتیه یا هایهوی باغ‌وحشه. اون یارو گوریله رو نگاه کن. عجب شهردار مدارانه است. ولش کن بریم بعدی. اسمش چی بود؟ آها قرضی. تو یکی پر از مرضی. اینم تو داشته باش. مردم عزیز ایران ایستادگی کردن، مقاومت کردن، این 33-4 ساله تورم و تحمل کردن. من اومدم بهتون بگم که ما به همت ملت
میخوایم یه دولت بدون تورم تشکیل بدیم. 100 سال تورم هست، حالا بیاید حوصله کنیم. به 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 به، عجب عالم اقتصادی این کاندیدای نظام. راحل که گفت اقتصاد مال خره، احتمالاً قرض و مرضی با این قرضی داشته ها. و اما این شما و این تکخال عظما سیلوستر ولایتونه، به جای اینکه بگوییم برای هر شهری یک ورزشگاه بسازیم، همه ایران بشود استادیوم ورزشی. داداش دودش رو بگیر در نره، اینجوری منقل عظما رو دمر میکنی ها. معلومه بدجوری قافیه به نظام تنگ اومده که عظما ایلو تبارش رو ریخته تو گردونه ها. عظمای دنگل حسابی تو گل انتخابات گیر کرده، تناب بیارین درش بیارین، در اومدنی هم نیست. بالام وقتش است اما مپرانی، بالام حالی مدد اگر بدانی، بالام طلسم سیدعلی شکسته است، آقا گریه کنان تو بیت نشسته است. همه عالم دارن هی میزنن جفکنه پشتش، دم 16 حسن ببن باید بسیجی را کشتش. وقتی عظما را میبیندن تری خدیک میدن، جلو آمریکایی ها چراغ آلیک دیلیک میدن. ابروش لنگه به لنگه مندازد، ابروش لنگه به لنگه مندازد، لنگه به لنگه مندازد. این روزان نظام مثل مشتالد و ایمات میماند، انتری تو مجلس هم مرد لگت مپراند. توی روی سیدعلی میگد منم بازی بدون، از پنیر کینه این نظام به من جازی بدون. سیدعلی میگد پسر ذلیل شکشتی تو منه، بابا ول کن ریش من تو انتری یا که کنه. بابا این نظام شفتی یه دفعه زر بخورد، اما من همین روزا تو آسمون گر بخورد. گفته بودم که میام تو بیتتان مزنمتان، جلو چشمای همه زیر لگد میبرمتان. دم کلوک رسیدم خوشکنن خوشان دیدمتان، جفتمش دستا بالا سیدعلی خیز کرد گواشه، کفشاش از زد زیر گلدوک صدا کرد مشتباشه. باشه پیش دادم و گذاشتمش کنز اتاق، سرش تو دادم و چپاندمش توی اجاق. ابوله ماشاءالله، دستگله ماشاءالله، عظما حالا زیر پله ماشاءالله، ضربه را خورده دنگله ماشاءالله. الهی که سقط بشه ایشالله، الهی 81 بره ایشالله، الو به ریشش بزنی ایشالله، ریشش از بیخ مکنی ایشالله. هر کی نگد ماشاءالله بابا گوری شد ایشالله، هر چی که بافت دست عظما پاره بشد ایشالله 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 ایشالله. با آقای موشکار